ساعت تخمینه یک شب 26 به 27 مارس در نویه وخش ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان داماد و عروس یک جایه دست به خودکشی زدند. بنا به اطلاع منبع سامانه پرس تیجی، این جوانان هنوز 3 یا 4 روز پیش تخمینا 25 مارس سال روان با هم ازدواج کرده بودند. یک منبع با شرط ذکر نکردن نامش به پرس گفته است که جوانان در دهه یکتوت جماعت دهات تاجیک‌آباد نویه وخش دست به خودکشی زدند. هنوز سبب دست به خودکشی زدن داماد و عروس برای ما معلوم نیست. از مقامات محلی نویه وخش خبر دست به خودکشی زدن داماد و عروس را تصدیق کردند. از جوانان خودکشی کرده شریف بیگ زیایف ساکن نویه وخش و گلاوه شویوه ساکن نویه کوشانیان نام برده شد. گفته می شود که آنها شب 26 و 27 مارس سال روان تخمینا ساعت‌های یک شبانه در منزل استقامتی داماد در اوغلخانه خود را به دار آویختند. تفصیلات دیگر این حادثه هنوز دسترس نیست. هر سال در تاجیکستان بیش از 600 حالت خودکشی یا قصد خودکشی ثبت می شود. بیش از نصف آنهایی را که به جان خود قصد می کنند زنان و دختران تشکیل می دهند. مناقشه های عائلوی، کمبودی های روزگار، افسردگی، ناامیدی و خشونت در عائله از سبب های عمده خودکشی زنان و دختران تاجیک نام برده می شود. ولی خودکشی داماد و عروس در وخش از نخستین موردهای یکباره خود را کشتن داماد و عروس در تاجیکستان نام برده می شود و سبب خودکشی این داماد و عروس نامراد نامعلوم باقی می ماند.